در برابر دیگر سوالهای مهم خوجگی خلق مملکت در دوام 26 سال وحدت ملی در سوحه فرهنگ ولایت تغییرات‌های کلی به میان آمده. در این دوام ما اهل فرهنگ و هنر ولایت ختلان به یک قطار موفقیت، دستاورد، کامیابی‌های بی‌نظیر نائل گردیدیم. محض در زمینه سیاست بنیادکارانه رهبر دولت و یک توجه بی‌نظیر و شایسته پرزیدنت مملکت که به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اعلام کردند، در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 217 انشاءات ساحه فرهنگ مورد استفاده قرار داده شد که پیش از همه شرایط کاری کارمندان ساحه را باز هم بهتر نمود. یادآور گردیدن به مورد است که محض در دوران 26 سال وحدت ملی در شهر و ناحیه‌های بختر، کولاب، فرخار، دوستی، بلجوان، خراسان، واسه، شمس‌الدین شاهین، تیمور ملیک، حمدانی، کوشانیان قصرهای فرهنگ با حشمت مورد استفاده بری قرار داده شد. همچنین در این مسیر در شهر و ناحیه‌های فرخار، کولاب، باختر کتابخانه‌های حاضرالزمان دارای تمام تجهیزات معاصر مورد استفاده قرار داده شد. یادآور گردیدن به مورد است که جهت آگاهی نمودن مردم از تاریخ و تمدن گذشته و یک سیر آثارخانه کردن مردم در شهر و ناحیه‌های باختر، کولاب، بلجوان، جلال‌الدین بلخی، حمدانی، خوالین و ناحیه فرخار آثارخانه‌های معاصر مورد بهره برداری قرار داده شدند و در دایره تجلیل از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که این هم یک دستاورد بی‌نظیر وحدت ملی ما است، در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بنیاد تعمیر و از نوسازی نزدیک به 200 انشاءات ساحه فرهنگ به نقشه گرفته شده است که در این مرحله آنها مورد بهره برداری قرار داده می شوند. البته وحدت برای اهل فرهنگ و هنر ولایت یک دستاورد بی‌نظیر را آورد، زیرا امروز ما هم نمایشنامه‌های تئاتری را در ولایت ختلان هم در شهر و ناحیه‌های جمهوری می توانیم که رفته به نمایش گذاریم و مردم را از فرهنگ و مدنیت ملت تاجیک به ویژه منطقه ختلان بزرگ آشنا نماییم. 26مین سالگرد وحدت ملی را به تمام مردم سربلند و شرفمند کشور محبوبمان شادباش میگوییم.